حضرت میان یه چند ماهی جنگ میکنن، فرشتگان به یاری حضرت میان، انسانهای خوب که آماده شدن به یاری حضرت میان، بعضی از اجنه میان توفیق یاری حضرت رو دارن، امام پیروز میشن. ظاهرا 8 ماه بیشتر جنگ طول نمیکشه. بعد از این پیروزی در روایت آمده که آسمان به شدت بارانهای نافع میفرسته، تمام زمین آباد میشه. امام باقر علیه السلام فرمودند هیچ جای خرابی باقی نمیمونه مگر اینکه آباد میشه. گنجهای زیر زمین رو امام و یارانش استخراج میکنن، به مردم میدن، بین مردم تقسیم میکنن. امیرالمؤمنین فرمودن هیچ کس تو اون دوران فقیر نیست، مردم جایی برای خرج کردن درهم و دینار ندارند. علم به شدت رشد میکنه. نبی مکرم فرمودند تمام علم 27 حرفه، بشر تا زمان ظهور به 2 قسمتش، به 2 حرفش دست پیدا میکنه. مابقی علوم رو امام به بشر آموزش میده. در روایات آمده علم اونقدر پیشرفت میکنه که بشر به راحتی بین کرات آسمانی رفت و آمد میکنه. مریضی ها ریشه کن میشه، هیچ کس مریضی لاعلاج نمیگیره و هیچ کس ناقص به دنیا نمیاد. در قرآن آمده در اون دوران تمام زمین رو امنیت فرا میگیره. یک دوران بسیار زیبا، بسیار زیبا. عمرها طولانی میشه، بهداشت، کشاورزی، صنعت رشد میکنه. در روایتی خواندم که امام صادق علیه السلام فرمودن خدا به بشر اون دوران نعمتهایی میده که به ذهنش هم نمیرسیده، به فکر اون نعمتها هم نبوده. چه دوران زیبایی فقط خدا میداند. دغدغه همه مردم خداست، بندگی خداست. به خاطر رضایت حضرت، به عشق حضرت کار میکنن شب و روز، با اینکه نیاز مالی ندارند. مردم همه یک پارچه مسلمان و شیعه میشن و خدا رو عبادت میکنن. دوران بسیار زیبایی است. مردم اون دوران یک آرزو بیشتر ندارند و اون اینه که ای کاش اموات ما، اجداد ما که از دنیا رفتن زنده میشدن و به این دوران بر میگشتن. در روایت آمده بعد از 309 سال امام زمان از دنیا میرند و خداوند امام حسین رو به همراه قمر بنی هاشم زنده میکنند. تشریف میارن امام حسین، امام زمان رو غسل میدن، کفن میکنن و در کربلا دفن میکنن. دوران زیبا همچنان ادامه دارد. سلام بر حسین.